160 پنسه میگیرم 200 چند میگرفتم orada 270 سومن میگرفتم 270 با 100 این زن در جستجوی اردی نسبتاً ارزان است. خبری افزایشی با صورت نرخ ارد او را نگران نموده است. orada özlem mağaza میره میگم مغازه محکمه کجا برم بخری نمیدونم برای چی ترشید یا نون خرده نتونیم بعد کجا بریم اویلگ ما اینا 800 سومن چخیلی میکنیم بعد نرخ ارد در فروشگاه‌های دوشنبه در مقایسه با یک روز پیش تغییر یافته، ارزش یک خلطه 50 کیلویی آن در بعضی بازار و دکان‌های ارد تا 320 سومانی رسید. برخی ساکنان با شتاب نزد دکان‌های ارد رفته ارد می‌خریدند. نمایندگان بازارها افزایش نرخ ارد را در یک روز اخیر تصدیق نموده، همزمان از مشتریان خواستند در خرید آن شتاب زده نشوند، زیرا در انبارهای خود ذخیره کافی دارند. زیاده از 8 نمود محصولات‌های استحصال صنعتی وارد شونده که ما وارد میکنیم از مانند ارد که از ولایت سوخت، روغن، شکر، این محصولات‌های صنعتی کم و بیش تاثیر خود رسانده است که اردی که 275 280 سوم 50 کیلو خلطش فروخته میشد امروز با 290 سومن فروخته شده است. زیاده از 300 تن ارد امروز ما ذخیره داریم. تاجران گرانی ارزش ارد را به بالوروی قرب دلار ربط داده میگویند در چنین شرایط محصولاتشان را با نرخ روزهای پیش فروشند ضرر میبینند. ما با تاجیکی میفروشیم اون که او طرف قزاق دا دلار پریواد میکنن، خیلی سامونی ما را قبول نمیکنن که با همین حساب زلال میبینه. قیمت شویش هم همین حسابی دلار. قرب رسمی دلار در تاجیکستان روز 9 مرد یک باره بالا رفته $100 به 1300 سومانی برابر شد. نمایندگان خدمات ضد انحصاری در صحبت بدون ثبت دلیل افزایش نظررس نرخ ارد را بالوروی قرب دلار آمریکایی عنوان نمودند. در بازارهای دوشنبه شکایت‌ها نه تنها از گرانی یک باره نرخ ارد بلکه از دیگر نوع محصولات نیز صدا می‌داد. نرخ روسی را چقدر فرامد اگه جو ارزانه نرخ قایمه مردم هم میکشن همیش بسته یک کپوس کیلوش 7 سوم نخو یک علفی که همیجا خودش تاجیکستان استحصال چای دیگه جو وارد نمیشه نکی 7 سوم اینم یک علفه. ارد محصولات اساسی برای هر اویله تاجیکستانی است و بالوروی نرخ آن به بودجه هر اویله تاثیر میرساند. تغییرات در بازار ارز و محصولات تاجیکستان بعد از حمله روسیه به اوکراین و تحریم‌های سخت کشورهای غربی به دولت روسیه به وجود آمد.